تحت عنوان کتاب راهنمای به‌بها و بی‌منت همیشگی ما، محفل ادبی نویسنده شناخته برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی، سردبیر مجله علمی عمومی دوشنبه، کارمند مؤسسه نشریه عرفان صدرالدین حسن‌زاده در شهر دوشنبه دایر گردید. در رفت جمع آمد عالمان و پروفسوران و نویسندگان اشتراک نموده درباره فعالیت پرثمر نویسنده سخنرانی نمودند. باید ذکر نمود که صدرالدین حسن‌زاده سالهای زیاد به حیث آموزگار در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، اینچنین در نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان جمهوریت، تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون بهارستان و دیگر شعبه‌های کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت با ثمر نموده است. همچنین او مؤلف مجموعه قصه، اوچک، حکایه، ترجمه‌های کپک رو، چراغ لاله، اشک قلم، سرباز حقیقت و زیاده از 150 مقاله‌های علمی پوبلیسیستی میباشد.